با معتزله مخذول اومده من ازدواج این کار میکنه. همین عصر ما میندید که با این کار میکنه. معتزله ها هستن نیستن یازن آیا هستن. و برای چی اینقدر باشه اومده میگه که چون میگن عقیده معتزله خونده معتزله ها همین قاضی باقلانی که همش مرده برافت 1000 سال پیش از این برافت میگه. برای چی میخونه میگه عقیده ها ولی که معتزله ها نیستن میگه. فهمیدید نمی؟ هم خیلی گپ فهمیدید میگم گپ کنم. یعنی میگم که ما وقتی که امروز عقیده میخونیم واسطه اسماء و صفات هم چیزایی میخونیم معتزله ها برات کنیم هم معتزله ها برات فهمیدید معتزله ها حدیث های این کار میکنن رد کنیم میبیاد موبه میگوید که کی اومده میگوید یعنی الان بعضی ممیه ها بعضی اخوانی ها بعضی همین حزبی ها اومده چی میگوید ها چی فایده میگوید از این عقیده خوندن میگوید معتزله ها نت شده رفتن که برای چی شما باید رد میکنید فهمیدید میگوید یا نمیگوید اینو چی در کار میگوید این چیز حالا که معتزله ها نت شده رفتن 1000 سال میشه که مرده رفتن با این چه جواب میدید هاي معتزله ها هست معتزله ها هست معتزله تو همین عصر هست بلکه افسوس که بعضی آدم های بینش با وای چه حساب میشد امام مسلمان های حساب گرفتگی خودش کرد سید قطب میزان این کار میکنه ها سید قطب میزان این کار میکنه حضرت این کار میکنه با وای چه میگه یعنی بزرگترین مفسر وای چیه تفسیر کردگی وای چیه تفسیر کردگی وای آدم فهمده میگوید که چی میگوید یعنی سید قطب مثلا امام المسلمون ها و تفسیر قرآن کردگی میبیاد چه آیات های قرآن این کار بکرد همین می تفسیر همین تفسیر فهمدید یعنی برای هم باید که عقیده به چی اهتمام تیم این حزبی اما چی میخواهن یعنی فهمدید چی میخواد اینو یعنی باید که یعنی وقتی که سید قطب گفت قرآن ها حق گفتن گریم یعنی آیات های این کار میکنند حدیث های این کار میکنند ما چی گفتن اون در کار بدست هر وقت میگه یعنی چی میشه یعنی کور بچم کار میشه مثل رافضه ها بویننده خلاص یعنی ها همین جا برات حقایم برفتن میگیره نه باید که عقیده خونیم که تا که دونیم که حق گجای باطل گجا فهمید که معتزله ها هستن تو همه رو هستن که اول مینت که از چی قدر ها برای چی شیخ ربیع بد میبیند برای ردش برای چه کدام ردش برای باطل رد کی برات کرده شیخ ربیع سید قطب برات کرده فهمید می برای چی بد میبیند میگه که جواب برده میرسونه اعوذ بالله این چیز یعنی همین چیزایی گویم که یعنی از قرآن دفاع کنیم از سنت دفاع کنیم میگوید که نه نکنید این کارا دفاع نکنید در کنیم ما بچید اهم چیز سید قطب نرسید بس مو فهمید یعنی سبحان الله همین قدر آیات های این کار تحریف میکند با معنای شرقی خطا داد حدیث های این کار کرد همین قدر حدیث های این کار میکند صحابه ها به طعنه میکند نبی الله موسی علیه السلام طعنه میکند هیچ کس به گاب نمیزند میگه که خیلی سید قطب اجتهاد کرد لیکن وقتی که شیخ ربیع اومده سید قطب گاب زند چی شد اجتهادم نینجنده خطایم کرده خلاص وای چی تمام لقبای بد وای آدم برده چاپ کنید حیاتتون در خیلی تعصب دیدگیتون می فهمیدید نه یعنی حدیث ها این کار میکند احتیاط چه سید قطب فهمیدن در کار سید قطب ظلالش هم رویات میبیاد سوره فلق انده و من شر حاسد اذا حسد یعنی از چه نعم و من شر النفاثات فی العقد یعنی ما پناه میبریم از که همونایی که گریه میکنند و گریه به صف میکنند کی ها ساحرها ساحر مردها یا که ساحر زنها جادوگر ساحرها چه پناه میطلبیم سید قطب ظلالش اندم چی میبیارد یعنی فصل میبیارد مبحث میبیارد میگوید که چی میگوید یعنی سحر حقیقت دارد یا ندارد میگوید که سحر حقیقت ندارد خودش میگوید گرچند حدیث صحیح اند حدیث صحیح بخاری رحمه الله طریق سفیان ابن عیینه از زهری از هشام از عروه از ام المؤمنین عایشه روایت میکرد که سحر یعنی معنای حدیث که رسول صلی الله علیه و سلم سحر کرده بود که طالوت یهودی لبید ابن طالوت نعم ابن لبید چه کرده بود که سحر کرده بود که
میگوید که گرچه حدیث بخاری باشد که ما اینا قبول نمیکنیم برای که عقیدند ما حدیث های احاد قبول نمیکنیم. راست میگوید ما میگوید حدیث قبول نمیکنیم حدیث صحیح بخاری و چی خیلی امام میشد که بخاری این کار کنه دیگه چی موند 1000 سال شد 1200 سال شد که ما میخونیم که بخاری بعد از قرآن دویم کتاب دویم مصدر اهل اسلام است. میبیاد حدیث این کار میکنه سونی میبیاد چشم بچا گوشه گل میکرد ال میگیم نفهمیدم نشوندم سید قطب امام المسلمون خلاص بعد توچکا فهمیدین نه فهمیدین نکن قدر علماء اهل سنت والجماعه فهمیدید علماء قدر شهر میجون بیان میشه چی حدیث های احاد یعنی یا چه میگن حدیث های دو به تقسیم میکنن حدیث هایی که میگن متواتر یعنی حدیثی که 20 40 نفر روایت کرده باشند احاد حدیث هایی که یک نفر یا دو نفر صحابه روایت کرده باشند فهمیدید الان میخوام بگم بیا چی خیلی رسول صلی الله علیه و آله و سلم یمن به کی میفرستاد کیا کی معاذ چند نفر معاذ و معاذ یک نفر چی فهمیدید دایی اهل یمن میلیون ها نفر هستند و رسول صلی الله علیه و سلم نفرستاد که یا بیان معاذ تو احاده همراه تو 20 نفر دیگه فرستید گفتم خیلی چی یک نفر فرستونید یمن به دین یعنی چی فرستونید یمن معاذ رسول صلی الله علیه و سلم یمن به برای چی فرستونید دعوت به توحید رفته چی از رسول گفت یعنی سودای خرید و فروش کن گفته یا کته چی گفت لا اله الا الله عقیده نمی یعنی عقیده یک کس فرستونید گفت که اهل یمن به عقیده یک نفر گرید گفت فهمیدید یا نفهمیدید عقیدت نه اصل دین تو نگفت از چند نفر گرفت از یک نفر گرفت یهود و نصرانی ها قبول کردن امروز تحریری معتزله میگن ما قبول نمیکنیم معنا چی میگه یا رسول الله ما به تو 10 نفر نفرتی ما قبول نمیکنیم یهود و نصرانی گفتن خلاص معاذ من از نزد رسول صلی الله علیه و آله ما قبول میکنیم ای معتزله میگن ما قبول نمیکنیم فهمیدید خطیر مسئله خطیر جدا بوینه که اینو مرده رفتن اینو هستن تو همین روز هستن اینو از یک دیگه دفاع میکنند همین عقیده میگود هم باطل برده شد برای همین عقیده توحید باید که اهتمام کنیم عقیده اینا میخوان که ما چه عقیده ایت براره فاما من ثقل